این از سمی یوسف موسیقی خوب داره و حتی یه دلیل اخلاق میداره که فطرت انسان از شنیدن موسیقی راحت و تلذذ بها کفر، کسی که از موسیقی لذت ببره کفر. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و یارانشان و شاگردانشان از این حدیث استدلال میکنن و موسیقی حرام میدانن. حالا او خواهری که رفته هنرمند شده به اصطلاح امروزی، یا او برادری که هنرمند شده، بیای نگاه بکنه که دیروز بیشتر عزت داشتی یا امروز. قبل از این که در عرصه موسیقی قدم نگذاشته بود دارای چی عزتی بود بین اقوام خود، بین قریه خود، جامعه خود. اما امروز چی عزت داره؟ امروز چی حرمت داره؟ امروز چی عفت و پاکدامنی داره؟ برای هر انسان بزرگترین نعمت الله سبحانه و تعالی عقل داده. یک لحظه انسان فکر بکنه که این درنگ پرنگ و شرنگ پرنگ چی برای انسان، چی آید جز این که اعصاب انسان را از بین ببره و قلب انسان را سیاه بکنه. هر چیزی که در قرآن و در احادیث حرام گفته شده هزارها حکمت داره. وقتی ما میگیم ما مسلمانیم، یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، به تمام معنا باید به اسلام داخل بشیم. عبدالله ابن عمر وقتی اسلام را پذیرفت، وقتی از کنار نی زدن عبور میکرد، دستان و انگشتان خود را به گوشهای خود میکرد عبور میکرد که صدای نیر نشنوه. سبحان الله، چقدر مسلمانان محکمی بودن. از برکت آنها دین مبین اسلام برای من و شما رسید. اما این که ما هم مسلمان باشیم، به اصطلاح همون که میگن کسی دوست داشت بره به جهاد، در جهاد شهید بشه، بعد از این که شهید شد قاضی بشه، بعد از این که قاضی شد غنایم به دست بیاره، بعد از این که غنایم رو به دست آورد فتوحات رو بگیره و صحیح و سالم هم پس به خانه خو برگرده. امکان نداره کسی هم شهید بشه، هم قاضی بشه، هم غنایم به دست بیاره، هم صحیح و سالم بیایه به خانه خو. حالا مسلمانی ما، مسلمانی که هم سود بخوره، هم قمار بزنه، هم موسیقی گوش کنه، هم به لهو و لعب مشغول باشه، هم بگه بهشت خوب جایه. رفتن به سوی بهشت خیلی سخته. حفت الجنة بالمکاره و حفت النار بالشهوات. اطراف دوزخ شهوات گرفته، عیش و نوش و استراحت و رقص و ساز و پایکوبی، و اطراف دوزخ شهوات داره. اما اطراف بهشت مکاره، سختی های. حفت الجنة بالمکاره، خیلی سخته. در بین جامعه انسان خور کنترل کنه، ساز و موسیقی نشنوه، حرام نخوره، باید با همان فقری که مسلمان های صدر اسلام زندگی میکردن باید همون تحمل کنه اگر بهشت میخواد. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کسی میگه پروردگار من الله است باید استقامت کنه. علت چی؟ به خاطر که دنبال مشکلات داره. وقتی برای انسان شبها به تلویزیون میگذاره که دوستا حتما دیده باشن مسئله بانک ها و اینها، 1 میلیون افغانی میاره داخل صفحه تلویزیون، تو بیا $50 $100 رو به بانک بگذار و بالاخره جایزه تو 1 میلیون و چند پارتمان و فلان و فلان و اینها. وقتی این جوان مسلمان وقتی میبینه شاید خیلی او هوس بکنه 1 میلیون و پارتمان های عجیب و غریب و جواهرات عجیب و غریب، اما مجردی که به یادش میآیه که این قماره، این حرامه، پروردگار من این حرام گفته، جا در جا به جای خود می نشینه، میگه من که مسلمانم باید تسلیم باشم در مقابل اوامر پروردگار عالم. اگر این جوانی که میره به این بانک ها شرکت میکنه و بالاخره در فکر 1 میلیون افغانی و اینها بیرون میشه، در مسلمانی از این خلله، شکه. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، باید مسلمان به تمام معنا وقتی میگه من مسلمانم باید مسلمان باشه. به همین است که امروز هر چیزی که وقتی ما در قرآن مطالعه میکنیم حکمت ها داره. اگر ذره ساز و موسیقی جواز میداشت، ساز و موسیقی جواز میداشت، الله سبحانه و تعالی از فوق آسمان ها میگفت برای ما، به جایی که میگه ذکر قلب ها رو مطمئن میسازه، به ادامهش میگفت که
ای بندگان من ساعت 24 ساعت 1 ساعت موسیقی گوش کنید تا فکر شما آرام بشه، اما این گفته نشده. هر چیزی که در قرآن ذکر شده، قبل از اینکه به نماز بیایم، دوستانی که خبرها و اینها رو تعقیب میکنن، چون دوستانی داریم در انجمن خبرها و اینها رو تعقیب میکنن، گزارش رو برای من میدهن، قبل از اینکه بیام به نماز برادر ما اشاره کرد، گفت که یکی چیز دیگری که از اعجاز قرآن، در قرآن عظیم الشان گوشت خوک حرام گفته شده. کل اهاب ضبط فقد طهر الا جلد الخنزیر. هر پوستی که آش داده بشه و پاک او، رو از اون نماز خواندن جواز پیدا میکنه. میبینیم حیوانی که او حلال گوشت نیه، پوست از او آش داده بشه پوستی و پاک میشه الا الخنزیر، مگر پوست خوک. در کشورهای اروپایی گوشت خوک میخورن، از خوک استفاده میکنن. خبرهای دیروز اعجاز قرآن را ببینید. هر چیزی که در قرآن محکوم شده، هر چیزی که گفته نخورید، گوش نکنید، به این راه نروید، هزارها حکمت الله سبحانه و تعالی اگر ما و شما دوست نمی داشت قرآن را برای هدایت ما نمی فرستاد. در مکزیکو که یکی از کشورهای هممرز با امریکایه، خبرهای دیروز باراک اوباما که رئیس جمهوره از این نگرانی خود اعلان کرده. در مکزیکو که یکی از کشورهایی که هممرز با امریکایه، مرض پیدا شده به نام انفلانزاهای خوکی یا خنزیری، مرضی که در طی این هفته 150 نفر در مکزیکو هلاک کرده. بمبارد کنن ولسوالی ها، شهرها، خدا هم یاد داره چگونه اونها را بمبارد کنه. در مکزیکو که هم جوار به هم مرز امریکایه، تمام امریکا رو متزلزل ساخته، اوی مرض هی دامن میزنه، 150 نفر هلاک میشه و الان هم همه اطبای جهان عاجز ماندن از چی؟ از انفلانزاهای خنزیری یا خوکی. 1400 سال پیش قرآن میگه که گوشت خوک نخور، برای پیروان خود میگه. حالا قیاس کنیم، موسیقی هم وقتی میگه این ضرر و مضر و این لهو الحدیث و این کار بیهوده، هزارها حکمت در از این هفته. پس به همین سروران عزیز به بزرگوار، اینها احادیثی بود که از پیامبر معظم اسلام صلی الله علیه و سلم نقل شد و مختصرا ارتباط به فقها و مذاهب اشاره میکنم. به ادامه بحث که گفتیم اشاره داریم، ارتباط به 7 و 8 سور که چگونه بود مختصرا اشاره میکنیم. آیات در هفته گذشته اشاره شد، احادیث امروز بیان شد نسبت به آله و اسباب موسیقی. نظر فقها، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، پیشوای ما و شما که همه ما میگیم مذهب از کی داریم؟ از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. امام ابو حنیفه و همراه شاگردان خود و یاران خود همه به این نظرن که موسیقی حرامه، موسیقی گوش کردن از او حرامه و از این حدیث استدلال میکنن. از این حدیث میفرمایند استعمال الملاهی معصیتون، استعمال کردن شیهای بیهوده همچون آله و اسباب موسیقی، این چی هست؟ این معصیت هست، گناه هست. و ادامهش میفرمایند والجلوس علیها فسق، کسی که در مجلس آله و اسباب و ساز و سرود و رقص و پایکوبی بنشینه، او جلسه فسق هست، جلسه فسق. ادامه حدیث و تلذذ بها کفر، کسی که از موسیقی لذت ببره کفر. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و یارانشان و شاگردانشان از این حدیث استدلال میکنن و موسیقی حرام میدانن. امام شافعی رحمت الله علیه میفرمایند کسی که عمل موسیقی را انجام میدهد او مردود و شهادت هست. تکبیر!
کسی که به موسیقی کار میکنه و عمل موسیقی رو مینوازه، شهادت از او پذیرفته نمیشه نزد قاضی. وقتی بخوان بگن برو 2 نفر آدم